نهضت اسلامی تاجیکستان برابر آنکه در سالهای 93-94 شرایط اولین با وجود آمد برای صلح را پذیرفت و تا امروز تا آخر در پای عهد و وفاش استوار ایستاد. برای ما یک دلیل بیارن بگن که نهضت اسلامی تاجیکستان فلان بند سازشنامه صلح یا سند مهم همدیگر بخشی را ویران کرد. ولی ما دهها و شاید صدها مثال آورده بتونیم که طرف دیگر چه خیانت‌هایی کرد نسبت این سازشنامه و نسبت این همدیگر بخشی. چرا اصلا خود همین متن سازشنامه را و متن سند همدیگر بخشی را در هیچ کجا نشر نمیکنن؟ حتی یک مرتبه اشاره هم به اون نمیکنن. حتی مثال هم از اون نمیارن. برای آنکه میترسن که اگر مردم بداند که در اون سازشنامه چی نوشته شده بود، در سند همدیگر بخشی چی گفته شده بود، خیانت آنها آشکار خواهد شد. اونها کوشش میکنن که اصلا درباره این سازشنامه صلح سال 97 هیچ صحبتی نکنن. اون را به فراموشی سپردن. درباره سند همدیگر بخشی گپ نزنن، چون خیانت ها آشکار خواهد شد. و بله ما در اون صحبت گفتیم که با خائن دیگر صلح کردن معنی ندارد. این به معنی اون نیست که نهضت اسلامی تاجیکستان جانبدار صلح نیست. ما جانبدار صلح بودیم، هستیم و خواهیم ماند. اما صلح با جوانمرد، صلح با کسی که در عهد و پیمانش با وفا هست، سری حرفش می ایستد، نه با خائن. اگر هر کسی از هر طرف پیدا شود و جوانمردانه بگیرد و ما را متقاعد بسازد، باور کنیم که جوانمرد هست، حتما نهضت اسلامی تاجیکستان به همه به خاطر ملت دولت صلح خواهد کرد. ولی حالا در این شرایط آیا میشه درباره صلح گپ زد؟ کدام صلح؟ حتی حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی که برایش موضوع صلح امروز مطرح شود شاید که بخندد. صلح با کی؟ همون طرزی که صلح‌های 93 میگفتن مگر با جنایتکاران میشود صلح کرده. ولی وقتی که دیدن که نه، حکومتشون از دستشون میرود، حتی در شرایط جنگ خصله افغانستان رفتن و بعضی امروز مبالغه میکنن که به خاطر ملت و دولت و به خاطر بقای تاجیکستان در اون شرایط دشوار سفر کردن. نه، به خاطر حفظ کرسی رفتن. چون صف اول مجاهدین نهضت در اطراف دوشنبه بود دیگر. میدونست که اگر یک ماه بعد دیگر صلح نکند قدرت از دستش خواهد رفت. روسا فشار آوردن، ایران فشار آورد، احمدشاه مسعود و استاد شهید ربانی فشار آوردن برای صلح که اون صلح شد. وگرنه با خواهش میشد همون افکار سال 93 که ما با خون آمدیم با خون میرویم درباره صلح گپ نمیزدن. بعد از اون که خرشون به اصطلاح تاجیکی از لای گذشت، دیگر در موضوع صحبت و گفتگو با اپوزیسیون اصلا خبری نبود دیگر. اون وقت به خصله افغانستان مجبور بودن رفتن. ولی بین اداره ما در دوشنبه و قصر ریاست جمهوری چند صد متر بود. یک مرتبه هم حتی آماده نبودن که صحبت کنن. حتی با استاد مرحوم سید عبدالله نوری هم که خدا جایش را جنت کند، وقتهای آخر دیگر وضعیت می‌خواستن ملاقات کنن، نه، ملاقات رسمی و سطح بالا دیگر انجام نمیشه. بنابراین وقتی درباره صلح صحبت میکنیم باید بدونیم که صلح شرایط خود را دارد. صلح با جوانمرد این دفعه میشه، با خائن و خصوص با وقتی انسان میداند که خیانتکار هست و یک بار در تجربه نشان داده است که چیکار میکنه، دیگر صلح کردن هیچ معنی ندارد، مگر اینکه همون شرایط یعنی برگردن اونها همون طوری که در سال 97 گیره میکردن، خود را وطن دوست و ملت دوست نشان میدادند و در اون شرایط وضعیت فرق میکرد، مگر که همون شرایط پیش بیاد. حالا من فکر میکنم که در این شرایطی که ملت قرار دارد در موضوع صلح صحبت کردن خیلی بر وقت است.